گون و گرامیداشت خدمت‌های شایان ارباب دولتی، کارمند شایسته کشاورزی همزمان شهروند فخری ولایت مختار کوهستان بدخشان محیدین ظاهرов در بازار مرکزی شهر خوروغ یارمارکه فروش محصولات کشاورزی برگزار گردید. در یارمارکه بیش از 15 تن کارتوشکا، 8 تن پیاز و 4 تن سبزی با نرخ دسترس به فروش برآورده شده. ساکنان ولایت توانستند محصولات جمع‌آورده خواجگی‌های دهقانی ولایت مختار کوهستان بدخشان را به فصل زمستان ذخیره نمایند. در دایره نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان تصمیم گرفته شد که در عرفه جشنگیری عید مهرگان یارمارکه فروش محصولات کشاورزی دایر نمایند. در یارمارکه فروش محصولات کشاورزی محصولات کارتوشکا با نرخ دسترس یعنی 3 سومون برای ساکنان شهر خوروغ به مقصد زمستان گذرانی سال 2021 پیشنهاد کرده شد. کشاورزان ولایت تصمیم گرفتند که روزهای نزدیک هم باید یارمارکه‌های محصولات کشاورزی را دایر نمایند. این بار آخران نیست و به ساکنان شهر خوروغ گرد اطراف آن می توانند از محصولات دسترنج دهقانان ولایت مختار کوهستان بدخشان برخوردار گردیده برای زمستان گذرانی سال 2021 ذخیره نمایند. ساکنان شهر خوروغ امکانیت داشتند در یارمارکه کشاورزی با نرخ 3 سومونی کارتوشکا را خریداری و برای دوره تیرمو و زمستان سالهای 2021-2022 ذخیره نمایند. در جواب به چنین دستگیری‌ها به حکومت جمهوری تاجیکستان عرض سپاس نموده ابراز داشتند که در آینده نزدیک نیز چنین فروش محصولات کشاورزی را با نرخ دسترس به راه مانند. ما به حکومت ولایت تشکر میگوییم که به ما با نرخ ارزان کارتوشکا آوردند. ما توانستیم که با نرخ 3 سومونی دسترس نموییم. ما خواهش میکنیم که همین یارمارکه عرفته شود ما برای زمستان ذخیره میکنیم. در اصل کشاورزان ولایت تامین کنندگان اساسی بازار مرکزی ولایت مختار کوهستان بدخشان با محصولات تر و تازه کشاورزی دانسته میشوند. از روی تحلیل‌های آماری حجم استحصال محصولات کشاورزی سال 2020 نسبت به سال 1991 استحصال کارتوشکا 13 برابر، سبزیجات 13 برابر و میوه 17 برابر افزوده است. این است که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ملاقات با فعالان ولایت مختار کوهستان بدخشان به تمام کشاورزان ولایت برای زحمت صادقانه و چنین دستاوردهای نظررس سپاس و منتداری بیان نمودند. در جواب به توجه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بر رونق ساحه کشاورزی در ولایت مختار کوهستان بدخشان، کشاورزان عزم دارند برای تامین امنیت اوضاع مملکت من بعد نیز یارمارکه فروش محصولات کشاورزی را در مرکز شهر و نواحی ولایت به راه گذارند.